سلام من اومدم با یه آموزش جذاب دیگه از کانال گام به گام آموزش. این نون خوشمزه که در اصل نروژی هست و نروژی‌ها بهش میگن فوکاچه، یه میان وعده خیلی خوشمزه و مناسب هست هم برای صبحانه هم برای عصرانه که کنار یه چای وطنی خیلی دلچسب و خوشمزه است. پس تا آخر این ویدیو با من باشه این آموزش جذاب رو با همدیگه یاد بگیریم. در قدم اول 3 پیمانه آرد سفید رو به همراه یه پاکت خمیر مایع فوری، نمک به مقدار نیاز، 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون و 2 قاشق غذاخوری عسل رو به همراه آب ولرم خمیر میکنیم تا به یه خمیر نرم و چسبناک تبدیل بشه و به مدت 1 ساعت میذاریم استراحت کنیم. بعد استراحت خمیر مورد نظر رو داخل ظرف مورد نظر کمی روغن زیتون میریزیم و قرار میدیم. بعد اینکه مرحله خمیر تموم شد میایم 100 گرم مسکه آب شده رو به همراه 3 حب سیر، مقدار کمی جعفری خرد شده و نمک با هم دیگه میکس میکنیم و بعد نصفی از این مایه روی خمیر میریزیم و بعد روی مایه از پنیر پیتزا و یا پنیر چدار استفاده میکنم. من خودم شخصا پنیر چدار استفاده کردم و از 4 طرف مواد رو میپوشونیم دقیقا مثل تصویر. من ظرفمو تغییر دادم و داخل ظرف جدید از کاغذ روغنی استفاده کردم و بعد میذاریم به مدت نیم ساعت استراحت کنه. بعد اینکه کاملا خمیر پف کرد دوباره اضافه از اون مواد روی خمیر میریزیم و با دست شکلش میدیم و داخل فرن از قبل گرم شده به مدت نیم ساعت با دمای 200 درجه سانتیگراد. اینم خوشمزه ترین میان وعده‌ای که میتونید کنار خانواده‌تون میل کنین. امیدوارم که درست کنین از خودش لذت ببرین.